بخارا یکی از شهرهای اصلی در شاهرای باستانی ابریشم محل سکونت پیروان دینهای گوناگون بود. در 1500 سال گذشته جامعه رونق یافته یهودیان را داشت. حالا کمتر از 500 نفر ماندند. من بخارا را دوست می دارم. اینجا به دنیا آمدم و آن را به هیچ چیز عوض نمی کنم. اینجا در سرزمین مسلمان نشین زمان هزاران یهودی در کنار مسلمانان زندگی می کردند. این یکی از قدیمترین کنیسه های یهودیان در آسیای مرکزی است. 420 سال دارد. بسیاری از یهودیان بخارایی که تاجیکی گپ میزنند در عهد شوروی سابق از ازبکستان رفتند. در سالهای 70، 80، 90 بسیاری از یهودیان بخارایی با سبب سیاست‌های ضد یهودی اتحاد شوروی زادگاهشان را ترک کردند. با کمتر شدن تعداد یهودیان غذای سنتی کوشر هم کمتر می آید و برای همین آن را از تاجیکستان وارد می کنند. در کنیسا آثار باستانی و گرانبهای را نگه می دارند. ما اینجا صحیفه های تورات را داریم. این یکی از قدیم ترین ها و بیشتر از 1000 ساله است. ازبکستان به صحیفه ها مقامی آثار فرهنگی داده است. ابراهیم اسحاقوف یکی از آن یهودیان بخارایی است که مانده است و می فخرد که تاریخ یهودیان را به دیگران می رساند. تصور کنید چی می شد اگر اینجا کنیسه نبود یا من نبودم. شما هیچ چیز را نمی آموختید. مگر نه؟ اینها تاریخ و عنعنه ها هستند.